قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. ولقد كذبت رسل من قبلك، یعنی پیش از تو بوده انبیاء چی شدن؟ اذیت داده شدن. با چه چیز؟ یعنی اذیت داده شدن و دروغ گفتن و یا دروغ شماردن. این دروغ شماردن با این اذیت هست می؟ لیکن وایها چی کردن؟ فصبروا على ما كذبوا. همین دروغ وایها اومده حق میگفتن، خلق وایها شما دروغگوی هستید میگفتن، وایها همه چی میکردن؟ یعنی صبر میکردن و اودو و اذیت رسانده شدن حتی اتاهم نصرنا، حتی که چه نصر ما اومد. نگرید وایها انتقام نگرفتن، وایها مثلا یک جنگ نکردن، همه من اذیت به صبر میکردن، همه من اذیت به چی میکردن؟ یعنی صبر میکردن. برای من داعی صبر میکردن. این خیلی یعنی این کار نادرست. میبیادن من دعوت کردم، من کردن، زدن، گفتن، حقارت کردن، دشمن دادن. تو برای مردم این کار کردی؟ برای کی کردین دعوت تو؟ برای کی کردین دعوت تو؟ برای الله کردی، خلاص این کار بین الله و بین خودت موند. یعنی مالک رحمه الله در آوردن، زدن مالک ابن انس، امام دارالهجره، امام مدینه، چیکار کردن؟ در آوردن، زدن، گفتن، حبس کردن، ترمش کردن. وقتی که برآمد آدما طالبه اومده دفتر روشکه گرفته تا اینکه قادر چه برآمده، یعنی عذاب خوش شده مینویسند، ما میگو تا ما مینویسیم. امام مالک رحمه الله از ترمه برآمد، همه تیار حاضر کن ترمندش دیگه واقعه های میگو. 5 حدیث از رسول صلی الله علیه و سلم گفت خونش بدرم، نه گفت که حتی من ترمنده بودم، گفت خلاص آیات برای این چیزایه. من برای شما نشتم ترمه، برای خودم نشتم، خلاص همین قدر اذیت دیدی چون میکنه که آدم ها به صد زنه که یک آدم 1 ریال میتیاد میتونه تو به جنت میتیاد، تو به راضی میتیاد. این تو ترمند داشتی برای کی؟ برای الله تعالی. خلاص من الله اجرت تیاد آخه چون میکنه باطل کننده. امام احمد رحمه الله چی خو کردن، یعنی زدن، گفتن، نیست میگه چیزی گفته باشه. وقتی که دکتر اومده طبابت میکرد امام احمد، از پشتش گوشت هست که گوشت مرده می افتاد، قطعه گوشت می افتاد، یعنی به درد زدن گوشت پشتن مرده شده موندگی گوشت می افتاد. امام میگه همین قدر گفت چه زدن، گفتن ندیدم که یک بار همین جلادهای همین چیزای درباره یک ترمه، همین درباره حبس سیج گپ زنی که میگه که چه نه برای چی بود؟ برای الله بود، خلی برای الله موند این چیز. دیدید؟ یعنی رسول صلی الله علیه و سلم چقدر اذیت ها داده شد، زدن، گفتن، بهترین خلق شکایت نکرد. آدم‌ها به نگفت این چیزایی. برای همین دعای این چیزایی که های مثلا خدا سبحان الله یک بار چه شود خلاص در کتاب خود درباره این چیز می‌نویسه. وقتی دعایی بود برای الله سبحانه و تعالی این کار شود. برای همین دعای یعنی هیچ وقت شکایت نمی‌کند، غضب نمی‌کند، این چیز نمی‌کند، صبر می‌کند. دیگری رسول صبر کردن علامین حالتان نصرت می‌بیاد. اگر تو برای آدم‌ها به شکایت کنیم بگویی ما دیدیم، ما عذاب دادن، ما گفتن شما چیکار کردید، این چیه؟ تو مذهبی پدرت به مردم دعوت کرد استاده خودت الله تعالی به خودت میمونه، خار میشی دنیای آخرت. مون این چیزه برای الله مون، خلاص این چیزه از الله تعالی دونه نکن، الله به شکر کن، الله به تو کارت دوام که فهمیدید این چیز مهم جدا، این چیز فهمیدن نکن. و كلما قویت الادیه قرب النصر. قاعده ان مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا لن يغلب عسر يسرين. میگه ابن عباس رضی الله تعالی كلما قویت، هر باره که اذیت من دفعه دیدم منش اذیت چی؟ عذاب، مشقت، هم دای به چی قدری که اذیت بسیار شدن گرد همین قدر معناش نصر چی میشود است، یعنی نزدیک میشود است. فهمیدید؟ وليس النصر مختصا بان ينصر الانسان في حياته، یعنی شرط نه که یعنی نصر این مختص خاص برای انسان حیات چنده، نه گمان نکن که یعنی تو چی حیاتت باید که نصرت بیاد، نه. و یرا اثر دعوته قد تحقق، یعنی شرط نه که یعنی انسان نصرت یعنی وقت حیات چند میبیاد، یعنی حیات چند میبیند که یعنی میلیون ها آدم ها اینا یعنی دعوتش قبول کردن، ماشاءالله جا رواد اینا شیخ الاسلام گفته صدایان ماشاءالله همه جا قبول کرده، نه این شرط نه حیات تنده. بل نصر يكون ولو بعد موته، نصر ربما بعد مردن میبیاد. نگرید اخلاص علما به شیخ الاسلام تیمیه چه میگفت؟ ابن تیمیه رحمه الله میگفت که همین قول شیخ دائم شیخ مقبل رحمه الله تکرار میکرد،
میگفت که لو كنت مخلصا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أبالي بشيء والله سبحانه وتعالى لا ينصرني ولو بعد موتي. یعنی من اگر روی حق انده باشم، اخلاص مطابقت باشم، شرط نه برای من. آدمو قبول میکنن دعوت من، نمیکنن، میزنن، میکوبن، حقارت میکنن، دشمن میتن، این من به چی فرق نداره. اگر من حق باشم الله تعالی بعد از مردنم من چی میکنن؟ دعوت من نشه میکنن. ابن تیمیه حیاتش بینه یا بدرغنده یا ترمنده نیست که بیارند یک، لیکن شکایت نمیکنن، نگفتن یک بار نگفتن که شیخ الاسلام یک مفتی نگذاشتن، امام نگذاشتن، دایی یک بد آرامی تنجی نموندن که دعوت کنند. لیکن انا بعد از حیاتش چند سال گذشت، 700 موت شیخ الاسلام به 706 سال شده در 706 سال 728 سالان وفات کرد در 1434. یعنی چند سال میشه؟ یعنی 706 سال گذشت. 706 سال ما چی میگیم؟ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله. حتی صوفی هایی که شیخ الاسلام لعنت بکنند و دشتان میتن، مکتبه هاش به درایت کتابای شیخ الاسلام کشیدگی، یعنی از بسیار گرفتن جلد هاش رفتگی، یعنی به شبش کتابای شیخ الاسلام خونده رحمه الله میگه. دیدید نصر گجونده، یعنی دیدید شیخ مقبل رحمه الله تکفیری های صوفی های همش کتاباش گرفته، چه کتابای شیخ فایده میده. لیکن حیاتشان چیکار کردن؟ زدن، گفتن، طعنه کردن، لقب گذاشتن، نموندن. یعنی آدین شهر وای شهر به میگریداد، آوای شهر این شهر به میگریداد، لیکن یک بار شکایت نمیکنه. نمیگه که کار واسمینه چی نه. تو دعوت دوام ته. الله خودش نصرت میاره تو. فهمیدید؟ یعنی انسان هم باید که چی؟ نه، یعنی انسان اخلاص، دعوت اخلاص مهم جدا. این قول بسیار خوشرو وارچه. برای همین یعنی تو نگو که مثلا چی؟ یعنی حاضر مثلا اگر این سنتوی ترک نکنیم یا بدعت نکنیم مردم وای گوش نمیکنند برادر. نگو این گپ. گوش نمیکنند. تو گفتنگ تو مقصد نه که یعنی تو 1 میلیون آدم باید که تو بیانه چی برداشته، یعنی او نگار شیخ الاسلام علیه السلام. نه، تو حق تو از تو مطلوب چی؟ حق رسوندن خلق. الله تعالی ابراهیم علیه السلام چی میگه؟ اذن فی الناس. ابن عباس میگه که الله تعالی گفت که علیک البلاغ و علینا علیک الاذان الدعوه و علینا البلاغ. ابراهیم علیه السلام صحرا وقتی کعبه میگوشد مکه، یعنی 4 طرفش 1000 کیلومتری صحرا، یگون انسان نیست. الله تعالی میگه که آدمای دعوت کجا دعوت میکنه؟ اینترنت نیست، فاکس نیست، تلفن نیست، با چی دعوت میکنه؟ تو دعوت کن آدمای ما خودمون میرسونیم. فهمیدید؟ برای همین شما هم دعوت کنید، رسونید، سنت بگویید، بدعت تحذیر کنید. گرچه یگون کس گوش نکنه، گفتن گرید الله خودش میرسونه. یعنی حیاتتان تا نمیرسد تو گفتگید، مماتتان نمیرسد، بعد مردنت میرسد. اگر حق باشه این وعده الله سبحانه و تعالی. نه